خب ببین، ما توی قلب یه دونه شریان داریم که خیلی مهم و حیاتیه برای قلب، یعنی در واقع بزرگترین شریانی که خونرسانی به کل قلب رو بر عهده داره. اسمش کورونری آرتریز هستش که شریان کورونری هستش. مسئول اینه که اکسیژن و بلادو به خون، یعنی به قلب برسونه که خون تغذیه بشه. حالا اگر آرتریار ما، شریان ما، بر اثر آتروسکلروزیس یعنی چی؟ یعنی رسوب چربی گرفتگی ایجاد بکنه، باعث چی میشه؟ باعث آنژینا میشه. آنژینا خودش یعنی درد. این درد به دو دسته تقسیم میشه، استیبل و آن استیبل هستش. استیبل یعنی این که فرد با استراحت کردن دردش فروکش میکنه، ولی فعالیت کنه دردش دوباره شروع میشه. آن استیبل یا فرقی نمیکنه، چه در حالت استراحت، چه در حالت رست و چه در حالت اکتیو بودن، این درد همراهش هستش. درمانش هم نیتروگلیسرین سابلینگوال هستش که ما تا 3 دوز میدیم به فاصله 5 دقیقه تا 15 دقیقه. اگر بعد از 15 دقیقه و 3 تا دوز داروی نیتروگلیسرین این درد درست نشد، ما چیکار میکنیم؟ کالگید با 115 تماس میگیریم. عارضه نیتروگلیسرین هم چیه؟ تینگلینگ، سبکی سر و سرگیجه هستش. در نتیجه اینها باید در حالت نشسته باشن یا استاده کاملا، نباید تغییر وضعیت بدن چون این تشدید پیدا میکنه. حالا اگه این آنژینا رو درمان نکنیم چون این نیتروگلیسرین باعث چی میشه؟ ریلکس شدن آرتریار میشه. اگر این درست مصرف نکنیم و آنژینا درمان نشه، باعث مایوکاردیال اسکیمی میشه، یعنی یه قسمت از قلب خون رسانی بهش نمیشه و بعد از مدتی دچار همون نکروز بافت میشه. پس اول نکروز بافت میشه. حالا اینم باز اگر بهش توجه نکنیم، تو نکروز بافت مریض دردهایی رو داره به جاو و آرم، یعنی درد اپیگاستر رو داره که منتقل میشه به فک و بازو. توی مریض های دیابتیز ملیتوز هم ممکنه به بکشون هم برخورد کنه. اگر این درمان نشه توی مرحله، آنژیوگرافی، نمیدونم آنژیوپلاسی، پی سی آی نشه، مریض وارد مرحله میوکاردیال اینفراکشن میشه. یعنی چی؟ از اسکیمی وارد تیشو دیس میشه. یعنی چی؟ بافت میمیره کامل و باعث اسکیمی باعث نکروز کامل میشه. اسکیمی یعنی نرسیدن اکسیژن که کبود میشه. اگر ادامه دار بشه نکروز میشه که تیشو دیس میشه که بهش میگن مایوکاردیال اینفراکشن میشه. پس نکته که خیلی مهمه تو نیتروگلیسرین اینه که به مدت 5 دقیقه تا یه ربع 3 دوز بخوره و عوارضش تینگلینگ و ورتایگو هستش که باعث دام بشه یا استنداپ باشه. اگر نشد کالید میکنه و همین.